تصور کنید تو چارچوب در یه سالن بزرگ ایستادید. صدای همه آدما، خنده ها، برخورد لیوان ها میاد. همون لحظه وحشتناک. دقیقاً 10 نفر اونجان که میتونن دوستای جدیدتون باشن، شریک تجاری یا اصلا یه مسیر کاملا جدید تو زندگیتون. اما یهو پاهاتون سنگین میشه. آره واقعا. انگار هلتون دادن روی یه صحنه تئاتر، ولی خب هیچ کس متن نمایشنامه رو بهتون نداده. دستاتون عرق میکنه و با خودتون میگید خب حالا باید پیش کی برم؟ اصلا چی بگم؟ میدونید همه ما، چه درونگرا چه برونگرا، این لحظه انجماد رو تجربه کردیم. 100%. ببین این احساس فلج شدن کاملا طبیعیه. وقتی ما وارد یه محیطی میشیم که پر از غریبه است، مغز ما به شدت دنبال یه الگو یا یه مسیر امن میگرده. درسته. وقتی هیچ الگوی آشنایی پیدا نمیکنه، سیستم هشداردهنده مغز فعال میشه و فرمان عقب نشینی میده. ما فکر میکنیم اونایی که تو این جمع میدرخشن با یه جادوی مادرزادی متولد شدن. که اصلاً اینطور نیست. نه اصلاً. حقیقت اینه که ارتباطات انسانی و کاریزما راستش مجموعه‌ای از مهارت‌های کاملاً مکانیکی و سیگنال‌های بیولوژیکی هستند که مغز ما بهشون واکنش نشون میده. و دقیقاً مشکل همینجاست که ما این سیگنال‌ها رو نمیشناسیم. برای همین تو بررسی عمیق امروز قرار اون متن نمایشنامه گم شده رو با هم پیدا کنیم. عالیه. قرار اساره 2 منبع بی‌نظیر رو ترکیب کنیم. تکنیک‌های عملی از کتاب چگونه با هر کسی صحبت کنیم از لیل لانز و تحلیل‌های رفتارشناسی جو ناوارا، مامور سابق FBI، از کتاب فرهنگنامه زبان بدن. میخوایم دقیقاً بررسی کنیم که تو ذهن ما و طرف مقابل چی میگذره. و میخوایم یه نقشه راه کاملاً عملی بهتون بدیم. اگر بخوایم این کلافو باز کنیم، باید از لحظه‌ای شروع کنیم که هنوز حتی یک کلمه هم از دهان ما خارج نشده. یعنی زبان بدن. دقیقاً. چون قبل از اینکه اصلا بگید سلام، بدن شما داره هزاران پیام میفرسته که تو کسری از ثانیه توسط مغز افراد حاضر تو اون اتاق پردازش میشه. خب میدونی من همیشه برام سوال بوده که چرا زبان بدن تا این حد قدرت داره؟ یعنی چرا یه نگاه کوتاه یا طرز ایستادن میتونه قبل از هر کلمه‌ای تکلیف یه رابطه رو مشخص کنه؟ ما که موجوداتی ناطق هستیم، چرا هنوز انقدر به حرکات متکیم؟ برای درک این موضوع باید بریم سراغ بخش تاریکتر و باستانیتر مغزمون، همون سیستم لیمبیک. همون مغز پستانداران. آره همون. ناوارو تو تحقیقاتش خیلی روی این بخش تاکید داره. ببینید سیستم لیمبیک مسئول بقای ماست. کاملا ناخودآگاه و بدون فیلتر عمل میکنه. تکامل به این بخش یاد داده که برای زنده موندن باید دائما محیط رو اسکن کنه تا دوست رو از دشمن تشخیص بده. کلماتی که ما میگیم از بخش منطقی و جدیدتر مغز یعنی نئوکورتکس میان. ما میتونیم با کلمات دروغ بگیم ولی سیستم لیمبیک نمیتونه، فقط واکنش نشون میده. پس اساساً بدن ما مثل یه رادار صداقت همیشه روشن عمل میکنه که اصلا نمیتونیم دوشاخش رو از برق بکشیم. ما دائما داریم پخش زنده وضعیت درونیمون رو میفرستیم. یه پخش زنده کاملا بدون سانسور. اتفاقا ناوارو برای اثبات این قضیه یه مثال فوق‌العاده شگفت‌انگیز داره. تو سال 1974 بازی کودکان نابینای مادرزاد رو زیر نظر گرفت. این همون بچه‌هایی هستن که هیچ وقت رفتار دیگران رو ندیده بودن. دقیقاً. این بچه‌ها هرگز تو تمام عمرشون لبخند زدن یا زبان بدن انسان دیگه‌ای رو ندیده بودن که بخوان تقلید کنن. اما میدونید چی شد؟ وقتی خوشحال می‌شدن دقیقاً همون حرکت‌ها رو انجام میدادن که بچه‌های بینا انجام میدن. جدی؟ آره، پاهاشون رو با هیجان تکون میدادن، همون چیزی که ناوارو بهش میگه پاهای خوشحال. یا وقتی احساس غرور میکردن نوک انگشتای دستاشون رو به هم میچسبوندن و حالت گنبد میگرفتن. واو، این یعنی زبان بدن ما از روی دست دیگران کپی نشده. این کدام مستقیما تو دی ان ای ما هک شدن. پس وقتی ما وارد اون سالن مهمونی میشیم 50 تا سیستم لیمبیک دارن کدهای دی ان ای رفتار ما رو میخونن. دقیقاً همینطوره. حالا که میدونیم این سیگنال ها چقدر قدرتمندن، چطور میتونیم کنترلشون کنیم؟ بیایید با ساده ترین چیز شروع کنیم. لبخند زدن.
ما همیشه شنیدیم که باید لبخند بزنیم، ولی ظاهراً یه لبخند سریع میتونه نتیجه عکس بده. بله، چون مغز انسان تفاوت بین یه واکنش شرطی و یه واکنش اصیل رو خیلی خوب میفهمه. ما تو کتاب لاونت مفهومی داریم به نام تبسم غرقه‌ساز که خیلی هم اسم جالبی داره. آره، مشکل لبخندای سریع اینه که تو سیستم لیمبیک طرف مقابل به عنوان یه لبخند تجاری ثبت میشن. مثل لبخند یه فروشنده که تا در مغازه باز میشه بدون اینکه حتی صورت شما رو ببینه رو لبش میشینه. آها، یعنی حس صمیمیت نمیده، حس انجام وظیفه میده. دقیقاً. اصلا حس امنیت ایجاب نمیکنه. پس راه حل چیه؟ این که اصلا لبخند نزنیم؟ نه، راه حل تو یه مکس چندهم ثانیه‌ایه. وقتی کسی رو میبینی، چه غریبه چه دوست، سریع لبخند نزنید. یه لحظه به چهرش نگاه کنید، مکس کنید. اجازه بدید صورتش تو ذهن شما ثبت بشه و بعد بذارید یه لبخند بزرگ و گرم کم کم تو چهرهتون بشینه تا چشماتون رو هم درگیر کنه. خب راستش بیاید منطقی باشیم. این مکس و زل زدن قبل از لبخند باعث نمیشه آدم یکم عجیب یا حتی ترسناک به نظر برسه؟ انگار داریم طرف رو آنالیز میکنیم. سوال خیلی بجاییه. مرز بین یه نگاه جذاب و یه نگاه ترسناک فقط تو نیت و البته زمانبندی اون مکسه. ما درباره 10 ثانیه خیره شدن حرف نمیزنیم. داریم درباره یه مکس نیم ثانیه‌ای صحبت میکنیم. آها، پس خیلی کوتاهه. آره. وقتی شما این مکس کوتاه رو میکنید، مغز طرف مقابل اینطور پردازش میکنه که این شخص من رو دید، من رو شناخت، از دیدن شخص من خوشحال شد و حالا داره به خاطر من لبخند میزنه. چقدر جالب. یعنی اینطوری لبخندمون کاملا اختصاصی و واقعی به نظر میرسه. دقیقاً. شما با یه نیم ثانیه تأخیر به طرف مقابل احساس ارزشمند بودن میدید. این موضوع تو حفظ تماس چشمی هم صدق میکنه. تکنیک چشمان چسبنده. یعنی حتی وقتی مکالمه تموم میشه، فوراً نگاهتون رو ندزدید. ولی اینجا باید یه هشدار خیلی مهم بدیم، چون تماس چشمی میتونه خیلی حساس باشه، درسته؟ بله، به شدت. مکانیزم تماس چشمی تو مغز خیلی پیچیده است. تحقیقات دانشگاه ییل نتایج خیره کننده‌ای درباره تفاوت‌های جنسیتی تو این مورد داشته. خب برای خانوم‌ها چطوریه؟ این تحقیقات نشون داده که افزایش تماس چشمی برای زنان معمولاً احساس صمیمیت، درک شدن و اعتماد میاره. ولی برای آقایون فکر کنم کلاً داستان فرق کنه. کاملا متفاوته. برای مردان اگر این تماس چشمی بیش از حد طولانی، مستقیم و بدون پلک زدن باشه، سیستم لیمبیک اون رو به عنوان صمیمیت برداشت نمیکنه. پس چی برداشت میکنه؟ به عنوان یه تهدید مستقیم، یه چالش یا رفتار خصمانه. تو طبیعت خیره شدن طولانی دو تا نر به هم معمولاً پیش درآمد یه درگیریه. پس باید تماس چشمی رو با آرامش و طبیعی اجرا کنید. نباید شبیه بازجوی FBI به طرف خیره بشید. خدا رو شکر که اینو گفتی. پس باید اجازه بدیم چشمامون گاه برای پردازش اطلاعات به اطراف منحرف بشن. خب یه نکته جذاب دیگه هم هست که لنونز میگه، تکنیک تماشای صحنه قبل از ورود. اون خیلی کاربردیه. من همیشه اینو به یه اسکیباز حرفه‌ای تشبیه میکنم. یه اسکیباز هیچ وقت بدون نگاه کردن به شیب کوه پایین نمیپره. وقتی میخوایم وارد یه جمع بشیم، نباید با سر پایین و عجله وارد بشیم. باید تو چارچوب در بایستیم، زبان بدن آدما رو چک کنیم. این کار چه اثری رو مغز خودمون داره؟ این کار ترشح هورمون استرس یا همون کورتیزول رو تو بدن خودتون کم میکنه. وقتی با عجله وارد میشید، مغزتون تو حالت ناشناخته است. اما وقتی درنگ میکنید، به مغزتون زمان میدید تا نقشه محیط رو بسازه. میفهمید کی پذیراست، کی گارد داره. بسیار خوب. پس تا اینجا سیستم لیمبیک همه رو آروم کردیم، لبخندمون اصیل بوده و با تسلط وارد شدیم. اما خب یکی میاد نزدیکمون و حالا باید دهنمون رو باز کنیم و حرف بزنیم. چی میشه که یهو مغزمون قفل میکنه و تو پیدا کردن موضوع فلج میشیم؟ این همون جاییه که فشار پیدا کردن یه موضوع عالی ما رو زمین میزنه. ما اشتباها فکر میکنیم گفتگوی کوتاه یا همون اسمال تاک باید درباره انتقال اطلاعات مهم یا اخبار پیچیده باشه. که اصلا اینطور نیست، نه؟ اصلا. گفتگوی کوتاه تو لحظات اول هیچ ربطی به کلمات نداره. همش درباره موسیقی و ملودیه.
ملودی؟ یعنی لحن صدای ما مهمتر از چیزیه که میگیم؟ 100%. 80% تاثیرگذاری شما تو دقایق اول به لحن و انرژی شما بستگی داره. شما میتونید درباره ترافیک یا حتی رنگ پرده ها صحبت کنید. تا زمانی که لحنتون گرم و پرشور باشه کار میکنه. مغز طرف مقابل داره ارتعاش شما رو حس میکنه که میگه من امن هستم، من شبیه توام. جالبه. والی حال بازم پیدا کردن بهانه برای شروع صحبت سخته. یکی از تکنیک‌های باحالی که لاندس پیشنهاد میده استفاده از یه وسیله جلب توجه کننده است. آره، تکنیک چیه؟ دقیقاً این که همیشه یه چیزی همراهتون باشه که بقیه بپرسن این چیه، مثلا یه سنجاق سینه خاص یا قاب موبایل عجیب. چرا این اینقدر خوب جواب میده؟ چون شما با این کار اون وظیفه ترسناک پیدا کردن موضوع رو از دوش طرف مقابل برمی‌دارید. آدما دوست دارن ارتباط بگیرن ولی از پس زده شدن میترسن. وقتی شما یه آیتم خاص دارید، مغز اونا این رو به عنوان یه مجوز قانونی برای شروع مکالمه میبینه. آها، پس دیگه نگران نیستن که فضول به نظر برسن. دقیقاً، شما خودتون یه قلاب بهشون دادید. حالا اگه ما بخوایم وارد صحبت 2 نفر دیگه بشیم چطور؟ تکنیک بگوش ایستادن. مثلا میشنویم دارن درباره شهری حرف میزنن که ما هم رفتیم. چطور وارد بشیم که مزاحم به نظر نرسیم؟ کلیدش ورود با زبان بدن بازیه و یه جمله خلأ اصلاح کننده است. آرام نزدیک میشید و با لبخند میگید ببخشید نتونستم نشنوم که درباره فلان شهر صحبت میکنید. منم تازه اونجا بودم. اگر لحنتون بدون حالت تهاجمی باشه، خیلی راحت تو جمعشون پذیرفته میشید. این عالیه. ولی خب یه اشتباه مهلک هست که خیلی هم موقع معرفی کردن انجام میدن. تکنیک هفته لوندس. تصور کنید میزبان میاد و میگه سوزن این جان است، جان این سوزان و بعد میره. اوه، بدترین کار ممکن. دقیقاً. انگار یه پازل رو با نصف قطعاتش دادی بهشون و گفتی حالا حلش کنید. تو تله سکوت میافتن. تشبیه فوق‌العاده‌ایه. وقتی فقط اسما رو میگید، هیچ اطلاعاتی به مغزشون ندادید که مکالمه رو روش بنا کنن. معرفی باید همیشه یه قلاب اطلاعاتی داشته باشه. مثلا بگید سوزن این جان است، جان تازه از سفر اروپا برگشته. آها، حالا میدونن دقیقاً باید چه سوالی از هم بپرسن. مسیر براشون آسفالت شده. بسیار خوب. حالا فرض کنیم یخها آب شد. 2 دقیقه گذشته. چطور نذاریم مکالمه بمیره و اون سکوت‌های وحشتناک پیش نیاد؟ قاتل اصلی مکالمات جوابهای یک کلمه‌ای هستن. تکنیک هرگز شهر و شغل رو لخت رها نکنید. وقتی کسی میپرسه اهل کجایی، اگه فقط بگی واشنگتن، سیستم لیمبیک طرف مقابل محکم میخوره به دیوار. چون بنبست میشه براش. آره، و حالا باید دوباره فشار پیدا کردن موضوع رو تحمل کنه. پس ما باید اطلاعات خوشمزه به جوابامون وصل کنیم. به جای واشنگتن بگیم اهل واشنگتن هم همون شهری که این روزا هواش خیلی عجیب شده. حالا طرف میتونه درباره آب و هوا هم حرف بزنه. دقیقاً. بهش چند تا مسیر دادی. شما باید مثل کاراگاه کلمه تو حرفاش بگردی و موضوع مورد علاقش رو شکار کنی. ولی راستش گاهی آدم خیلی خسته است یا استرس داره. اگه مغزمون کلاً قفلی کرد چی؟ یه ترسند نجات بخش و خیلی ساده هست. تکنیک توتیوار تکرار کردن. کافیه 3 یا 4 کلمه آخر حرف طرف رو با لحن سوالی تکرار کنیم. صبر کن، شبیه توتی نمیشم؟ طرف فکر نمیکنه دارم مسخرش میکنم؟ اگه رباتیک بگی چرا؟ ولی با لحن کنجکاو جادو میکنه. بیا امتحان کنیم. یه چیزی بگو که اخیراً برات اتفاق افتاده. خب، دیروز رفتم یه رستوران جدید ولی واقعاً تجربه بدی بود. غذا افتضاح بود. غذا افتضاح بود؟ آره. باورت نمیشه. پاستایی که آوردن کاملاً سرد بود و وقتی به گارسون گفتم واو. میبینی من دوباره شروع کردم به حرف زدن با کلی جزئیات. دقیقاً. تو فقط 3 کلمه گفتی ولی توپ رو انداختی تو زمین من. این کار بار شناختی رو از روی دوش شما برمی‌داره. این ما رو میرسونه به مفهوم خیلی مهم نورافکن گردان. آخ من عاشق اینم. مکالمه مثل یه بازی تنیسه یا مثل یه صحنه تئاتر تاریک با یه نورافکن. وقتی اون حرف میزنه نورافکن روی اونه. پارادوکس کاریزما اینه که هرچی بیشتری نورافکن رو بندازی رو طرف مقابل،
اون در نهایت فکر میکنه تا آدم جذابی هستی، با اینکه شاید فقط 10% زمان رو حرف زده باشی. چون جذابترین آدم‌ها کسانی نیستن که فقط درباره خودشون حرف میزنن. کسانی هستن که به دیگران احساس شنیده شدن میدن. مهارت ارتباطی مدیریت احساسات طرف مقابله. و این تو چیزای کوچیک هم مشخص میشه. مثلا تکنیک استفاده از کلمه شما. به جای اینکه بگیم این کت خیلی قشنگه، بگیم شما تو این کت عالی به نظر میرسید. نورافکن مستقیم میفته رو شخص و بهش احترام میذاریم. یه راه دیگه برای اعتبار دادن تکنیک درخواست تکرار خاطره است. توی جمع از دوستتون بخواید اون داستان جالب سفرش رو دوباره تعریف کنه. آره، این خیلی با آدم حس خوبی میده. ولی یه تله خطرناک هم این وسط هست. دزدیدن نورافکن. تکنیک کنترل خود در گفتن من همینطور. این خیلی رایجه. تا یکی میگه من تازه سگ خریدم، سری میپریم وسط که آها منم سگ دارم. اینجوری داستانش رو میکشیم. ما این کارو میکنیم چون فکر میکنیم داریم صمیمیت میسازیم، ولی در واقع داریم میگیم داستان تو مهم نیست، به من گوش کن. باید صبر کنید، بذارید از داستانش لذت ببره، بعداً به اون نقطه مشترک اشاره کنید. خب، تا اینجا همش مثبت بود. ولی بیایید بریم سراغ نیمه تاریک مکالمات. وقتی بحث به سمت تنش میره چی؟ اینجا نوارا چی میگه؟ نوارا به رفتارهای تسکین دهنده اشاره میکنه. وقتی سیستم لیمبیک احساس استرس میکنه، بدن سعی میکنه خودش رو آروم کنه. چطوری؟ با لمس کردن. اگه دیدید طرف مدام صورتش رو لمس میکنه یا با موهاش بازی میکنه، اینا سیگناله. مغزش داره فریاد میزنه من معذبم. پس اینجا منطق جواب نمیده. اصلاً مغزش تو حالت بقاست. باید فوراً فشار رو کم کنید، بحث رو عوض کنید یا بهش فضا بدید. حالا اگه برعکس بود چی؟ اگه کسی تو مهمونی با سوالات فضولانه به ما فشار آورد، چطور مرز بذاریم؟ اینجا باید از تکنیک صفحه خط افتاده استفاده کنید، بدون اینکه سیستم لیمبیک اون شخص رو تحریک کنید. اگه پرسید چرا ازدواج نکردی، میگید فعلاً اولویتم کارمه. اگه دوباره اصرار کرد، عصبانی نشید. پس چی بگیم؟ دقیقاً با همون لحن ثابت و آرام قبلی کلمات رو تکرار میکنید. همونطور که گفتم، فعلاً اولویتم کارمه. مثل یه صفحه گرامافون که گیر کرده. طرف خیلی زود میفهمه با یه دیوار آجری مؤدبانه طرفه. بسیار عالی. خب، ما مکانیزم ها رو فهمیدیم، ولی چطور اینا رو تو زندگی واقعی پیاده کنیم؟ باید تبدیلشون کنیم به عادت. 3 تمرین عملی داریم. اولیش فردا صبح جلوی آینه است. تبسم غرق ساز رو تست کنید. مکس، نگاه، لبخند. تمرین دوم، فردا تو محل کار یا دانشگاه وقتی میپرسن چه خبر، اون کوچه بن‌بست رو باز کنید و جواب لخت ندید. و تمرین سوم برای مهارت شنیداری. با یه دوست صحبت کنید و سعی کنید فقط با تکنیک توتی و نورافکن گردان وادارش کنید 10 دقیقه بیشتر حرف بزنه. عالیه. اگه بخوایم کل این بررسی عمیق رو تو 2 قانون طلایی خلاصه کنیم چی میگی؟ قانون اول، لحن و زبان بدن شما همیشه مهمتر از کلماته. موسیقی کلامتون رو دریابید. و قانون دوم، جذابترین آدما کسانی هستن که به دیگران احساس مهم بودن میدن. چه جنبندی بی‌نظیری. خب، باید کم کم خداحافظی کنیم. اما میخوام با یه نقل قول از جان نپیر تموم کنم که تو کتاب ناوارو اومده و خیلی تأمل برانگیزه. بله، جمله فوق‌العاده‌ایه. میگه اگر زبان برای پنهان کردن افکار به وجود اومده باشه، حرکات بدن برای فاش کردن اونا به وجود اومدن. ما سالها تو مدرسه گرامر یاد میگیریم تا افکارمون رو مخفی کنیم. اما آیا وقتش نرسیده که به اون زبان بی صدایی که هر روز فریاد میزنیم بیشتر گوش بدیم؟ از فردا این تکنیک‌ها رو تست کنید و از جادوی ارتباطات انسانی لذت ببرید. ممنون که همراه ما بودید.